مسئله‌ای که ذهن خیلی از اشخاصی که تصمیم دارن سگ بگیرن و یا حتی سگ دارن، مخصوصا سگای بزرگ رو درگیر کرده اینه که چجوری میتونیم سگمون رو گارد یا محافظ کنیم یا چجوری میتونیم سگمون رو تبدیل به یک سگ نگهبان کنیم. قبل از هر چیز اجازه بدید که این مسئله رو مشخص کنیم که سگ گارد یا محافظ یک سگه و سگ نگهبان یک سگ دیگه است. اجازه بدید اول در مورد سگ‌های نگهبان صحبت کنیم. این دسته از سگ‌ها اصولاً وظیفه‌شون نگهبانی از یک محیط یا محل خاص و یا اصطلاحاً پاس دادن است. مثل سگ‌های گله یا سگ‌هایی که از یک باغ یا یک کارخونه یا یک محیط خاص نگهبانی می‌کنند. این دسته از سگ‌ها معمولاً به صورت غریزی بسیار سگ‌های باهوش، کنجکاو، شجاع، چابک و هوشیار و پر انرژی هستند و دارای انگیزه نگهبانی خیلی بالایی هستند و معمولاً وظیفه‌شون این هستش که ورود یک فرد یا یک شیء یا یک موجود غریبه رو به حریمشون اطلاع بدن. از چه طریق؟ از طریق واق واق کردن. به کی؟ به نگهبان یا چوپان یا صاحبشون و الزاماً مجبور به درگیری و یا از پا درآوردن سوژه‌شون نیستند، مگر اینکه در این مورد آموزش‌های لازم رو دیده باشند و تحت شرایط خاصی این کار انجام بدن. دسته دوم سگ‌های گارد یا محافظ هستند. این دسته از سگ‌ها اصولاً وظیفه‌شون محافظت و حمایت از یک شخص و یا یک شیء و یا یک دسته خاص هست و معمولاً هم به صورت غریزی سگ‌های باهوش با قدرت بدنی و با قدرت فک خیلی بالایی هستند. بسیار اعتماد به نفسشون بالاست و فرمانبر هستند و خیلی هم شجاعند و دارای انگیزه حمایتی خیلی بالایی هستند که طی آموزش‌های خاص و بسیار سخت و پیچیده و تحت نظر مربیان حرفه‌ای آموزش می‌بینن که چجوری با سوژه مورد نظرشون درگیر بشن و بعد از اون هم اتمام مأموریتشون انجام بدن. حالا با توجه به توضیحات داده شده شما باید تصمیم بگیرید که احتیاج به یک سگ نگهبان دارید یا یک سگ محافظ و اصلاً آیا واقعاً احتیاجی به هر کدومشون دارید؟ به نظر شما آیا واقعاً احتیاجی هست که یک سگ مثلاً با هر نژادی که از لحاظ ژنتیک و غریزه توانایی این رو داره که تبدیل به یک سگ محافظ بشه رو در قلب یک شهر شلوغ و مملو از جمعیت به عنوان یک سگ آپارتمانی یا حتی داخل حیاط نگهداری کنید؟ فرض کنید که بهترین و مجربترین مربی گارد دنیا رو هم استخدام کنید که بهش آموزش بده. اولا با غریزه اون سگ چی کار میکنید؟ چقدر میتونید غریزش رو سرکوب کنید؟ دوما اصلا آیا واقعا شما نیازی به سگ گارد دارید؟ اصلا آیا واقعا مدل زندگی شما به نگهداری سگ گارد احتیاج داره؟ یا حتی سگ نگهبان؟ میدونید که با انتخاب اشتباهتون میتونید چه بلایی سر شخصیت و رفتار اون سگ بیارید و میدونید که ممکنه چه فجایعی به بار بیاره. پس اگر به این نتیجه رسیدید که واقعا احتیاج به داشتن یک سگ محافظ یا یک سگ نگهبان دارید، با آگاهی کامل و آموزش و علم روز به این کار اقدام کنید. به سگ بودن سگمون احترام بگذارید.